الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفته قبلی ما و شما سر تعریف توحید الوهیت صحبت کردیم. در سابق اگر دوستا کسی جدید آمده باشه درباره توحید درسای ما شروع شده بود که درس توحید تقسیم کردیم به 3 بخش و گفتیم که علمای را تقسیم کردن که یکی توحید ربوبیت است که توحید افعال الله بود، این درسایش خلاص کردیم. و دیگه توحید الوهیت است که حالا فعلا ما و شما سرش بحث میکنیم و یکی هم توحید اسما و صفات. توحید الوهیت تعریفش در لغت و اصطلاح خواندیم. حال نوبت میرسه به اقسامش که خود توحید الوهیت علما به چند بخش تقسیم کردن و غالبا ما از علمای صحبت میکنیم که این تقسیم بندی ها را از قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن، نه از کسایی که از فلسفه و از منطق و از دیگه علوم گرفتن. ما یکی علمای قرآن و سنت داریم در بحث عقیده و یکی علمای کلام میگن. علمای کلام یا علمای متکلمین ایره علمای عقیده بسیار بد گفتن که اگر شما کتاب ملا علی قاری را که او شرح فقه اکبر امام ابی حنیفه رحمه الله است اگر ایره شما بخوانین، او بیخی نظریات علما را که گرفته این متکلمین بیخی کسایی گرفته که اونا بیخی از چوکات دین خارج هستند و علت اساسی چی بوده که اونا زیادتر متاثر شدن به اندیشه ها و افکار و فلسفه های شرق و غرب و کسایی که این فلسفه ها را داخل عقیده کردن و فیلسوفا که هستن، بعضشان حسگرا هستن و بعضشان عقلگرا هستن. یعنی حسگرا تنها میگه چیزی که من محسوس بوده قبول دارم، دیگه چیز قبول ندارم. عقلگرا میگه تنها من چیزی قبول دارم که عقل ما را بپذیره، آنچه که عقل ما را قبول نمیکنه ما را. این قسم فلاسفه زیاد بوده. بعضی فلاسفه قلبگرا هستن که میگه چیزی که قلبم با او قناعت کرد من را قبول دارم، دیگه چیز قبول ندارم. علمای کلام مشکلشان دمی بودن یا متکلمین که زیادتر اونا متأثر به فلسفه بود. ما و شما سر از او گپ نمیزنیم. گپ سر از این هست که علمایی که از قرآن عظیم الشان و از احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم اقسام توحید استنباط کردن، این توحید به 3 بخش تقسیم کرده بودن. باز می سر توحید الوهیت. خود توحید الوهیت هم تقسیم میشه در بین خود. تقسیم توحید الوهیت به 2 بخش اساسی تقسیم میشه. به چند بخش؟ که حتما شریک باشین، چرا درسی که شنونده ها تنها 6 تا باشن گوش بگیرن این باز تاثیر نمیکنه. باید شما هر کدامتون که در جای ما بشینین و آنچه که من میگم خلاصه‌اش باید بگوین. توحید الوهیت به چند بخش تقسیم کردن؟ چند بخش؟ 2 بخش تقسیم کردن که یکی توحید عبادت است و دیگر توحید اطاعت است. شاید سوال کنیم که چرا تو تقسیم شده؟ به خاطر ازی که اله تعریف شما گفتیم که کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. پس حالا که توحید الوهیت تقسیم میکنیم میگیم که توحید الوهیت 2 بخش داره که یکی توحید در عبادت است که عبادت فقط برای الله سبحانه و تعالی بکنی و یکی توحید اطاعت است که فقط از قانون الله اطاعت کنی، قانون دیگران را رد کنی. واضح است انشاءالله؟ توحید چند قسم است؟ 2 قسم است. یکی توحید عبادت، دیگهش توحید اطاعت از چی؟ از قانون و شریعت. صحیح شد نه انشاءالله؟ اینمی جمله را باید چند نفر بر من اینجا تکرار کنن که باز ما باقی مانده درس بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در کل توحید به 3 بخش است: توحید الوهیت، ربوبیت، توحید اسما و صفات. و توحید الوهیت به 2 بخش تقسیم میشه که عبارت از توحید اطاعت و توحید عبادت است. اطاعت یعنی که از قانون الله و شریعت الله پیروی کردن و عبادت تنها برای الله انجام دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت هم به 2 بخش تقسیم میشه که یک توحید عبادت است و توحید اطاعت از شریعت و قانون است. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت 2 بخش داره، یکی توحید عبادت، یکی توحید اطاعت از قانون خداوند جل جلاله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت به 2 بخش است، یکی توحید عبادت و دیگر توحید اطاعت از اوامر الله و شریعت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت به 2 بخش تقسیم شده که علما به 2 بخش تقسیم کرده، یکی توحید عبادت است که خاص خداوند ما شما عبادت کنیم و دیگه اطاعت از شریعت خدا کنیم. یعنی به 2 بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت به 2 بخش تقسیم شده که یکی توحید عبادت است و دیگه هم توحید اطاعت، که عبادت به این معنی که ما الله را صرف عبادت میکنیم و دیگه غیر از الله هیچ چیز عبادت نمیکنیم. و توحید اطاعت به این معنی که آن چیزی که الله فرموده مطابق از او عمل میکنیم و مطابق چیزهای دیگه عمل نمیکنیم را کنار میگذاریم. اینال ایره فهمیدیم که توحید الوهیت به چند بخش تقسیم شده؟ 2 بخش. یکیش توحید چی است؟ عبادت است و یکی توحید اطاعت از قانون است. در اینمی تقسیم بندی اکثر مردم در اینمی تقسیم بندی اشتباه میکنن و فکر میکنن که والله وقتی که کسی انسان موحد است در توحید الوهیت که عبادت خود بر الله بکنه، اما در قسمت قانون از پیشش میمانه. از این خاطر این مهم است که بفهمیم که توحید الوهیت هم عبادت الله شامل میشه و هم اطاعت از قانونش. خب توحید عبادت چند قسم است؟ توحید عبادت که ما عبادت میکنیم در مجموع کل دنیا 2 قسم است، یا عبادت الله هست یا عبادت غیر الله هست. سعی کنین فقط یک کلمه لکن معنای بسیار زیاد میده. یا عبادت الله هست که هر چیزی که نامش عبادت است ایره برای الله میکنن، و یا عبادت غیر الله میشه. در کلمه غیر الله سعی کنین الله و غیر الله. کسایی که عقیده را نمیفهمن در این میجا پیششان مشکل پیدا میشه. یکی عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله هست. اینال غیر الله کی هست؟ هر کسی که بغیر از الله، هر موجودی که هست او غیر الله هست. این غیر الله ملائکه باشه، ملائکه غیر الله هست نیست؟ ملائکه غیر الله هست؟ پیغمبرها غیر الله هستن؟ اولیاء الله غیر الله هستن؟ هستن نیستن؟ نباتات غیر الله هستن نیستن؟ جامدات غیر الله هستن؟ مایات غیر الله هستن؟ گازات غیر الله هستن نیستن؟ این حال یکی عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله هست. این حال هر چیزی که نامش عبادت است، رکوع هست، سجده هست، قیام است، قعده هست، نذر است، قربانی هست، ذبح کردن حیوان است، هر چیزی که نامش عبادت است او مطابق آیت قرآن که ایاک نعبدو مخصوص الله هست. اگر یکی از عبادت ها به غیر الله انجام داده میشه این شرک است. باز شرک خواه به ملائکه سجده شد، خواه به پیغمبر سجده شد، خواه به یک ولی از اولیاء سجده شد، خواه به بگوان سجده شد، خواه به درخت سجده شد، خواه به سنگ سجده شد، کلش غیر الله است. فهمیدین؟ یعنی خلاصه چی است؟ که توحید عبادت 2 قسم شد. یکی عبادت الله هست
و یکی عبادت غیر الله هست. این حال وقتی که عبادت برای الله میکنیم این توحید در عبادت شد. و وقتی که کسی کدام عبادت را ولو 1% کوچک را به غیر الله میکنه اینجا شرک در الوهیت الله شد. صحیح شد نه؟ کی میتونه این کلمه را بر من این جمله را بگویم؟ ماشاءالله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عبادت نیز به دو بخش تقسیم میشه که یکی توحید عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله یعنی عبادت مخلوق. توحید الوهیت به دو دسته تقسیم میشه. یکی عبادت به خدا که فقط عبادت به خدا باشه و دیگه توحید اطاعت از قانون و شریعت. دوباره توحید عبادت به دو قسم، خود عبادت به دو قسم تقسیم میشه. یکی به عبادت به الله و یکی عبادت هم به غیر الله. چپ از الله دیگه به هر چیز مایا جمادات به هر چیزی که چی میکنی غیر الله است. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عبادت باز به دو بخش تقسیم میشه که یکی توحید خود عبادت به دو بخش تقسیم میشه که یکی عبادت به الله است و دیگه عبادت به غیر الله است. که عبادت که به الله میکنیم اون یک بخش توحید عبادت است و عبادت به غیر از الله میکنیم شرک است که شرک خودش یک ظلم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت به دو نوع است. یکی عبادت به الله جل جلاله و دیگه عبادت به غیر الله. غیر الله میتونه ملائکه باشه، پیغمبرا باشه و یا اولیاء الله و هر چیزی که و هر چیز دیگه. عبادت به الله جل جلاله عبادت توحید عبادت است و غیر از او شرک است. فهمیدیم که عبادت چند قسم است؟ دو قسم است. یکی عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله. در قرآن عظیم شان گفت که افغیر الله تأمرنی اعبد ایها الجاهلون. آیا به غیر از الله شما مرا امر میکنین که من عبادت بکنم ای جاهلان؟ یک پیغمبر به مو کسایی که چیزایش بودن. اینال مهمترین نقطه در عبادت اینمی هست که یا عبادت الله میشه و یا عبادت غیر الله میشه. حالا اگر یک نفر بر بت سجده کنه و یک نفر به قبر پیغمبر سجده کنه هر دوش غیر الله شد نشد؟ نه باز در افغانستان تو میگه نه اگر کسی برای بگوان سجده کرد و بت پرست است، اگر باز به شاید شمشیر سجده کرد باز خوب دیگه صاحبی شیخ الحدیث است. اما از نگاه قاعده عبادت که است، عبادت ایاک نعبدو که میگیم خاص عبادت کی را میکنیم؟ الله را میکنیم. ما به پیغمبر سجده نمیکنیم، ما به پیغمبر عبادت نمیکنیم، ما به ملائکه عبادت نمیکنیم، ما به دیگه مخلوقات عبادت نمیکنیم. ولو که به اونا زیاد عزت و احترام میکنیم، پیغمبر را زیاد دوست داریم اما عبادتش نمیکنیم. اولیاء الله را زیاد دوست داریم اما عبادت اولیاء الله را نمیکنیم. عالم و شخصیت های بزرگوار خود بسیار دوست داریم اما او را معبود خود نمیسازیم. از این خاطر وقتی که کلمه میخوانن چی میگه؟ میگه که لا اله نیست هیچ معبودی به حق. متوجه شدین؟ این حال غیر الله اگر عبادت میشه کلش در معبودای ناحق و باطل داخل میشه. یعنی اونا را به باطل عبادت کردن، به غلط عبادت میکنن. خب نقطه دیگه در توحید عبادت گفتیم که این حال میم در توحید عبادت اول 3 نقطه را در اینجا 3 سوال باید بکنیم. در توحید عبادت چند سوال باید بکنیم؟ 3 سوال. نشته کنیم. سوال اول، عبادت به کی میشه؟ به الله یا به غیر الله؟ اینه. انسانی که عقیده خوانده عبادت خود فقط برای کی میکنه؟ به الله میکنه. امی ذکر عبادت است یا نه؟ امی زبان خود به ذکر کی تر نگاه کنیم؟ الله. اما اگر یک نفر که خیس نماز بگه پیر صاحب بابا کلان ما بود، خوب عالم بود، خانم ما یک میمون هم بوده بود. خب ای که خیس خانم دیگه از اطراف من چه پیر صاحب باز پسش گفت وی پیر صاحب. آخر رو برش گفت فبکی سنکی پیچه سفیده گفت همی پیره برات چوی نگیریم. این حسابش بسیار خراب. گفت چرا؟ گفت دمیدان تو بیخی پیر شیشته.
بگو یا الله، بگو یا الله، پس کشیشتی بگو یا الله، ذکر است، یا الله یا الله بگو، نام الله را باندی نام ازیره. آخر بگو وی مولوی صاحب چی میگی و مولوی چقدر خوش داره و چطور است چنان است. این حال چی است که شیطان انسان زبانش از الله با کی روی دور میته؟ با غیر الله. صحیح شد نه؟ خب اول در توحید عبادت سوال ای باید میشه که عبادت باید به کی بکنیم. پس انسان مسلمان میفهمه که یکی عبادت به الله هست، دیگه عبادت به غیر الله هست، و انسان مسلمان عبادت برای کی میکنه؟ به الله میکنه و به غیر الله عبادت نمیکنیم. دوم نقطه ای است که به چی هدف عبادت میشه. این قسم دومش است، سوال دوم میشه و قسم دوم مگه به چی هدف عبادت میشه. یعنی تقسیم بندی عبادت از به سه شکل میشه. یک تقسیمش میشه که عبادت برای کی میکنیم؟ به الله میکنیم. پس اینجا عبادت الله و غیر الله را فرق میکنیم. پس تقسیم میکنیم که عبادت از ناحیه‌ای که برای کی عبادت میشه به دو بخش تقسیم میشه که عبادت الله هست و دیگه عبادت غیر الله هست. دوم تقسیم بندی از لحاظی میکنیم که به چی هدف در عبادت چیست. این تقسیم دومش است. به چی هدف عبادت میکنی؟ هدفت رضایت خالق است و یا هدفت رضایت مخلوق است. اینی رو باز ریا میگن که شرک اصغر میشه اگر کسی هدف در عبادتش رضایت کی باشه؟ غیر الله، مخلوق. اصلا هدف در عبادت رضایت کی باید باشه؟ الله باشه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یعنی صلاتی، نماز عبادت است، عبادت است، و نسکی دیگر مناسک من، مناسک حج است یا دیگر مناسک دیگه است، و زندگی من که من زندگی میکنم هدفم چی است؟ رضایت الله است. و وقتی که من میمرم مرگ من که اگر من طلب شهادت میکنم این هم چی است؟ لله رب العالمین. این قل ای رسول الله بگو که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس قسم دوم عبادت که تقسیم میشه به اساس چی تقسیم میشه؟ که هدف از انجام عبادت چی هست. از این خاطر اگر کسی عبادت به قصد رضایت الله کرد این توحید در عبادت است، و کسی که اگر در عبادتش کس دیگر شریک کرد بازی رو میگه این شرک است، لکن شرک اصغر ریا میگه، میگه ریا کرد. یک نفر در نیت چیست؟ مثلا یک نفر پدرش فوت کرده میره 50 سیر برنج پخته میکنه. چرا 50 سیر برنج پخته میکنی؟ میگه والا سه 50 سیر برنج به خاطر از این پخته کردم. این حال میخوای که همین هدف از رو بفهمی. چرا 50 سیر پخته کردی؟ قم مصرف. والله بیادر به خاطر از این پخته کردم که باز عبدالزادایم گپ میزنن، باز مردم خنده میکنن، باز نگوین که این مرده خدا به خیر و خیرات خلاص کرد. این حال هدف از چی شد؟ ریا شد. نه؟ این حال این ریا هم یکی از بابهای شرک است، لکن این در شرک چی حساب میکنن؟ شرک اصغر. و شرک اصغر باز رتبهش از گناه کبیره کده بلندتر است. نفهمیدین؟ شرک اصغر مثل شرک اکبر نیست که از دین بکشش. رتبهش از شرک اکبر کده چی است؟ پایین است، لکن باز از گناه کبیره کده بلند است. یعنی بلند است از زنا کردن. زنا گناه کبیر است، شراب گناه کبیر است، ریاکاری از زنا و شراب کده چی است؟ بلندتر است. خب پس عبادت اول تقسیم کردیم. سوال اول در چی بود؟ عبادت به کی میشه؟ از این نگاه گفتیم عبادت به دو شکل میشه، یا به الله یا به غیر الله. دوم قسمش گفتیم که عبادت چه قسم تقسیم کردیم؟ از نگاه هدف، که هدفت در عبادت چیست؟ یا هدفت رضایت الله هست یا رضایت غیر الله هست. رضایت الله توحید است و رضایت غیر الله شرک است. و شرک، یک نفر نماز میخونه به خاطر یک مخلوق خوشحال شوه، یک نفر حج میره میگه باش که مردم باز مرا حاجی بگن، مردم کلگی فلانی فلانی حج رفت، حالا ما اینه. پس این در نیتش چی شد؟ خراب آمد. از این خاطر اخلاص در عبادت، مخلصین و شیطان
گفته که من کلگی رو گمراه میکنم مگر بنده هایی که مخلص باشن. الا عبادک منهم المخلصین. چرا مخلصین گفته؟ اینا مفسرین کرام میگن میگه اگر اخلاص زیاد داشتی باز الله مهر اخلاص در قلب تو میزنه، باز تو را مخلص میگردانه، یعنی کل اعمال تو فقط برای الله انجام داده میشه. سوم قسمش که تقسیم عبادت میشه، توسط چی عبادت میشه؟ عبادت توسط کدام چیزها صورت میگیره؟ بازدهی بخشش تقسیم میکنن که عبادت باز میگن که یکی عبادت قلبی هست و یکی عبادت فکری هست و یکی عبادت مالی و بدنی. عبادت چند قسم از دی بخش؟ یکی عبادت قلبی هست، الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم کدام قلب است؟ باز او قلب سلیمه، باز ما و شما میخوانیم که باز او چندین صفات داره. فقط آل مهم اینمی هست که اقسام عبادت ما و شما در چی بخوایم که یکی عبادت قلبی هست و بدنی است. عبادت قلبی توسط قلب صورت میگیره که انسان قلب خود یک قلب یکتا پرست بسازه و او شرایط خود داره. عبادت فکری است که انسان با فکر خود عبادت میکنه. چه قسم با فکر خود عبادت میکنه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مثلا وقتی که تفکر که در خلقت آسمان و زمین، باز ای چی میشه؟ و تفکرون فی خلق السماوات والارض، باز در نتیجه میرسه باز میگه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا ای آسمان و زمین خو باطل خلق نکردی، سبحانك فقنا عذاب النار. سیکو ای انسان به چی رسان؟ چی گفت؟ سبحانك، پاکیز دارم. پس این موحد ساخت. پس این عبادت چی شد؟ عبادت فکری شد. مثلا عبادت فکری بسیاری کسایی که در ساینس و در تکنولوژی بوده یا دسترسی دارن یا خوب میتونن که عبادت فکری بکنن. چرا؟ در ساینس در هر لحظهش انسان قدرت خالق در لابراتوار ببینه. ما تو میکروب دیده نمیتونیم، اما وقتی که یک ساینسدان میکروسکوپ در زیر چشم خود میمانه میکروبا را سیل میکنه، این حال ای میبینه که سبحان الله ای بکتریاهای یک حجروی هم توالد دارن و هم تناسل دارن و هم تأثیر دارن و هم متأثر میشن. این خاصیت های از اینا رو وقتی که میخونه میبینه که والا چه ذات خالقی هست. یعنی یک عالم یک روز یک کلمه گفت سرمایه گپ از این تاثیر کرد. یک ساینسدان گفت که ساینسدان ها خواستن یک پشه بسازن. گفت بیاین یک پشه میسازیم. پشه را آوردن وجود از این مطالعه کردن. بالاخره این کل از اینا وقتی که بالای از این ساختن و مثلا سیستم تنفسی از این ساختن و سیستم که پرواز میته و ماشین که پشه را در آسمان بالا میکنه پرواز میکنه و سیستم زهروی از که زار میریزانه و که مثلا چه قسم دشمن تفکیک که میکنه چه قسم حمله میکنه، خب کل وسایل از این مطالعه کردن. خواستن یک پشگک بسازن. چی بسازن؟ پشگک. فهمیدی یعنی؟ گکش فراموش نکنین. یا صاحب وقتی که خواستن یک پشگک بسازن، وقتی که پرزاجات پشگک گرد کردن دیده که به اندازه یک طیاره بوینگ شد. متوجه شدین؟ حالا چطور کنیم؟
اگر ای پشگک ای امی وسایل خرد ساخته بره ذره ای کار نمیکنه. اگر کتایی رو پرواز بدیم باز مردم خب میگه شما خب گفتم که چی میسازیم؟ شما خب بابا کلا رو پشه این خب بابا فیل ساخته نامش پشه مانده. پس این ساینسدان ها گفتن که سبحانک وقنا عذاب النار، پروردگارا پاکیست مر تو را که خلق میکنی حتی در ساختمان فیزیکیش امی که الله بکتریای یک حجروی را خلق کرده که قدرت خدا برای ساینسدان نشان بده که تو ساینسدان متوجه باش که تو اگر یک چیزی بسازی که توالد کنه و تکاثر بکنه و تأثیر بکنه سر دیگرها و پس تو نمیتونی تو چیز ساخته. آفتاب الله ساخته قدرت خدا نشان. از این خاطر وقتی که اگه درباره آفتاب فکر کنی والله بسیار ساینسدانا فکر کردن چقدر خوبه این تو یک آفتاب باشه یک بخاری به کل مملکت بس کنه. آفتاب چی است؟ یک بخاری است که به کل مملکت بس میکنه نمیکنه؟ خب نخواستن خارجی ها بسیاری جای کشورهای اروپایی اینا بسیار سرد هستن نخواستن یک بخاری بسازن که کل خانه ها را هر قدر زور زدن نشان. به خاطر ازی که وقت سنجش کردن که در یک دقیقه همین خود آفتاب چندین هزار تن مواد محروقات نیاز داره و این مواد محروقاتی از کجا میشه و کی حفظ میکنه و چطور حرارت از حفظ میشه. اگر امریکا مثلا یک آفتابک بسازه این چت امریکا کمی خطا خورد بسته واشنگتن دی سی را در میتن آل اول ساخته نمیتونه باز دوم رو نگاه کرده این حاله اینو نگاه کسایی کردین در وجود از این فابریکی خون است یا نیست؟ هست؟ امروز کل دنیای از خاطر خون تکه تکه هست. در چهارراه موتر استاد میکنه که علاوه این خون بده این علاوه فلانی تو شده صحیح نه؟ چرا یک فابریکه خون ساخته نمیتونه؟ و امی طفل که وقتی که دیمی خردسالی خود است در وجود چند فابریکه هست؟ فابریکه خونسازی داره نداره؟ خب یک فابریکه شب کچالو میخوری صبح لکس 5 لیتر خون در وجودت است. رحمت الله هست نیست؟ و این تعودوا نعمت الله اگر نعمت از این عبادت فکری بکن سبحان الله او ذاتی که برای ما قلب داده و در داخل استخوان خون تولید میشه نمیشه؟ خب وقتی که مغز استخوان تو خون تولید میکنه مغز استخوان از این خون تولید میکنه نمیکنه؟ پس فابریکه داره نداره؟ یک فابریکه گوشتسازی است یا نیست؟ کاش که کیک برمم وارد شده فابریکه گوشتسازی داره نداره؟ خب هست نیست؟ این دیگه فابریکه این دیگه نعمت الله هست نیست؟ در وجود از این فابریکه استخوان سازی هست یا نیست؟ هست نیست؟ روز به روز استخوان‌ها شش میکنه نمیکنه؟ این همه در وجود یک انسان فابریکه ناخن سازی بگو یکی، فابریکه گوشت سازی بگو دیگه، فابریکه استخوان سازی 3، فابریکه موی سازی بروتکای تبر آمدن یعنی این مویایش بر آمدن 3 فابریکه موی سازی 4، این فابریکه زود تولید میکنه مویایش دراز میشه، این فابریکه هر دوش یک جای نزدیک است نیست، این چرا طرف این دیگه فابریکه هست نیست؟ پس فابریکه موی سازی هست نیست؟ خب فابریکه چندین چشمه ها چی در عالم است در آدم است، در دارش یک چشمه است یا نیست؟ او دارت شیرین است یا شور؟ عبد که میخوری شیرین مزه میتی یا شور؟ سیزده؟ نه شیرین است نه شور، که نمک شور میشه، که بوره رحمت خداوند است. اگر شور می بود بوره میخوردی بوره باز دادانت کلچه نمکی وارو مزه میداد، سیزده؟ اما نه شور است نه شیرین، اما در گوشش چشمه آب تلخ است نیست. اگه بینی خدا فش کنه دیام یک نل است یا نیست؟ هست نیست؟ پس هر کدام از چی هستن؟ نل های هستن، چشمه های هستن که در وجود یک انسان خالق متعال او را چی کرده؟ جا به جا کرده. اگر بیایم سهل بکنیم بگیم که اینمی
خی ابرها را بر چی پیدا کرده؟ بر نمود. هم بر نمود است و هم ناوه هست برای عرقهای بامبش. یگان وقت از سرت عرق می سرت هم قرمه بوی، وقتی که تو میای اگر این کلش در چشم بیای چشم چی میشه؟ از بین میره. پس این ناوه هست ایره چی میکنه؟ این طرف میره، این ناوه دیگه ایره چی میکنه؟ این طرف میبرن. اگر احیانا کدام قطره آب آمد این موجه ها پس این آب نمیگذاره که در داخل کجا بره؟ در داخل چشم بره. چرا چشم از این در اینجا نبوده که در اینجا میبوده؟ اینجا چرا در این چقوری هست؟ به خاطر ازی که هر کدام وقت سرش تکر کنه و تو نشه که اگر چشمش اینجا باشه تو خود میگی والا اگر چشم اینجا خوبه، اگر بی در یک دفعه سرت تکر میگی سرت میترقه، لکن چند روز بعد خوب میشه. اما اگر چشم در اینجا باشه از بین میره. پس او ذاتی که چشم در اوت یک چقوری برات خلق کرده، چرا در داخل چشم چشمه آب شور است؟ به خاطر ازی که آب شور آنتی بیوتیک داره، ضد میکروب است. از این خاطر میکروب هایی که اگه کدام تا در چشم تو میای یا خاک یا گرد یا توسط آب یا کدام عرق، این فورا آنتی بیوتیکی را از بین میبره. او ذاتی که چشم تو را به این شکل خلق کرده، در این چقوری را خلق کرده، بر از این آب 24 ساعته نه امی ریموت کنترل آب در کجا هست؟ این چشم تو آب 24 ساعت داره نداره؟ چرا آبش نمیریزه؟ این حال اگر در هر قسمت اعضای بدن انسان، اگر بینی انسان طرف بالا می بود چی میخواست پیدا میکرد؟ مثلا پرخانه بینی طرف آسمان می بود. یک وقت میامدی که دارن رو باران بود، کل آب آمد دادن باران نه کل چی میره؟ پایین میره. صحیح؟ این حال سبحان الله. همین کارتنا رو هم که سعی کنید قسمی میماننی عکس گلاس است که این کارتن این قسم نمان چیکو؟ این قسم بان به خاطر از اینکه خب این حال وقتی که یک مخلوق خداوند دربارش سعی کنیم درباره ازی تفکر بکنین، این عبادت چی است؟ عبادت فکری هست. اگر دست مثلا قاط میشه نه؟ قاط میشه نمیشه؟ ها؟ اگر دستش قاط نمیشد در چی مشکل گرفتار بودیم؟ نان خوردن هم تمام روز مادر و برادر میگفتی عزیزم یک لقمه نان مردم دیگه زار یک دفعه قارش میامد اینا کلا صاحب شوله سرخ میگرزد دور چخ میگه در میفتی. اما حال هست هیچ دقیقه کستی خودت لقمه که میگیری جور میکنی در دانت داخل میگیری. صحیح نه؟ انگشتایت اگر انگشتایت قسمی نبود لپتاپ چطور کار میکردی؟ را چی کند؟ از خاطر شاعر چی میگه؟ میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ پس اینا وقتی که انسان با معرفت، با فهم، با عبادت فکری خالق متعال عبادت میکنه، ای که در اعضای بدن خود فکر میکنه. یعنی حداقل در خانه که رفتین یگان روز برای 1 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه همین کمپل داریتان کش کنین ببین اگر من چشم نمی داشتم سر من چی مشکلات می اومد. باز او وقتی که تو عبادت واقعا اگر قلب من برین یک روز شفاخانه قلبی و ببینید کسایی که تکلیف قلبی دارن به چی وضعیت قرار دارن و تو نورمال زندگیت است. کدام روز شکر قلبت کردی؟ کدام روز شکر چشمت کردی؟ کدام روز شکر گوشایت کردی؟ کدام روز شکر معده‌ت کردی؟ کدام روز شکر گرده‌ت کردی؟ این میال یک انسان در بعضی از بازارهای خارج کسایی که قاچاق اعضای بدن میکنن باور بکنین یک انسان با 5 میلیون الی 10 میلیون دلار فروخته میشه. چشمش علایده، گرده‌اش علایده، معده‌اش علایده، قلبش علایده، جهاز هضمیش یا جهاز تنفسیش، تمام اعضای بدن ازی کلش قیمت داره و الله سبحانه و تعالی 10 میلیون دلار اعضای بدن تو را برای تو رایگان در خدمتت گذاشته. و عبادت فکری نمی است که درباره نعمتهای الله، ابر، باد از خود برای به جهان فکر بکنی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. ابر خدمتگار تو است، باران میبارن، باد القا میکنه بین ای درخت بین ای درخت، ابر و باد، مه، مهتاب، خورشید، آفتاب، کل از اینا در کار هستن
تا که تو یک لقمه نان اینم یک توته نان را که تو میخوری، یک پارچه نان 2.5 روپیه میخری و این را میخوری، در بین ازی به میلیون ها مخلوق الله کار کرد. یکی و دوتانی یک عکس رنگه را که تو سیل میکنید، اینجا دکتر صاحب سلیمان می بود، استاد کوثر صاحب هم این گپا را خوب میفهمه، شما پرسانش کنین یا از دکتر صاحب سلیمان یا از استاد کوثر که یک عکس رنگه را وقتی که یک انسان میبینه چقدر از سلول ها که مخلوقات الله هستند دی کار میکنه تا فرق بین یک تصویر رنگی این تصویر رنگه را و با اون تصویر دیگه اون رنگ با این رنگ تفکیک بکنی تنها در چشمتون. این حال میلیون ها مخلوق روزانه در خدمت تو هستن تا تو حداقل تنفس بکنی.